مغز ما، این توده خاکستری کوچیک که فقط حدود 1.5 کیلوگرم وزن داره، هنوز یکی از بزرگترین رازهای دنیای علمه. ما باهاش فکر میکنیم، میخندیم، قصه میخوریم، خاطره میسازیم. اما واقعیت اینه که هنوز بخش زیادی از مغز یه دنیای ناشناخته است. امروز قراره بریم سراغ چیزهایی که از مغز نمیدونیم. چرا خواب میبینیم؟ ما هر شب خواب میبینیم، ولی هنوز دقیق نمیدونیم چرا. بعضیا میگن خواب دیدن برای پردازش احساساته. بعضیا میگن برای پاکسازی حافظه کوتاه مدتی. ولی هنوز دانشمندا جواب قطعی پیدا نکردن. شاید خوابها فقط یه محصول جانبی از فعالیت‌های شبانه مغز باشن. شاید هم یه پیام از بخش‌های عمیق‌تر وجودمون. آگاهی دقیقاً چیه؟ ما حس می‌کنیم که هستیم، می‌فهمیم، تجربه می‌کنیم. اما این آگاهی از کجا میاد؟ هیچ بخش خاصی توی مغز نیست که بگیم اینجا مرکز آگاهیه. آگاهی ترکیب پیچیده‌ای از فعالیت‌های همزمان توی بخش‌های مختلف مغزه. ولی اینکه دقیقاً چطوری این من ساخته میشه، هنوزم یه معماست. چرا حافظمون بعضی وقتا اشتباه میکنه؟ ما فکر میکنیم خاطره هامون مثل یه فیلم ضبط شده است، ولی در واقع هر بار که یه خاطره رو به یاد میاریم، مغزمون اون رو دوباره از اول بازسازی میکنه. به همین خاطر خاطره ها میتونن تغییر کنن. گاهی حتی چیزهایی رو به خاطر میاریم که هیچ وقت اتفاق نیفتادن. مغز ما چطور تصمیم میگیره؟ آیا تصمیمات ما منطقی هن یا احساسی؟ یا شاید اصلاً انتخابی در کار نیست و فقط مغز داره اطلاعات رو پردازش میکنه طبق الگوریتم‌هایی که درون خودش داره اتفاق میفته. ما فکر میکنیم آزادی انتخاب داریم، ولی خیلی از تصمیمات ما قبل از این که آگاهانه فکر بکنیم توی ناخودآگاه مغز این تصمیم‌ها گرفته شدن. مثلا تصمیم میگیریم که بلند بشیم و آب بخوریم، در حالی که قبل از این که ما اراده بکنیم از جامون بلند بشیم، این تصمیمی که بلند بشیم و بریم آب بخوریم خیلی قبل‌تر توی مغز گرفته شده. چرا بعضیا خلاق‌ترن؟ اصلاً خلاقیت از کجا میاد؟ دانشمندا فهمیدن که خلاقیت ربطی به اندازه مغز نداره، بلکه به نحوی ارتباط بین بخش‌های مختلف مغز هست. اما هنوز نمیدونیم چرا بعضیا میتونن چیزای فوق‌العاده تصور کنن و بعضیا نه. مغز چطور خودش رو درمان میکنه؟ تا چند سال پیش فکر میکردیم مغز مثل بقیه اعضای بدن نمیتونه خودش رو ترمیم بکنه. ولی حالا میدونیم نورون‌های جدید میتونن ساخته بشن، مخصوصاً توی بخشی به نام هیپوکامپ. با این حال اینکه مغز دقیقاً چطور خودش رو ترمیم میکنه هنوز کاملاً مشخص نیست. آیا میتونیم مغزمون رو هک بکنیم؟ ما حالا دستگاه‌هایی داریم که امواج مغزی رو میخونن یا تحریک میکنن. اما هنوز نمیتونیم یه فکر رو توی ذهن کسی بکاریم یا مثل یه فلش خاطره رو توی مغز اون فرد منتقل بکنیم. ولی علم داره به اون سمت حرکت میکنه و شاید این اتفاق روزی بیفته. به نظرتون این ماجرا ترسناکه یا هیجان انگیز؟ آیا مغز ما میتونه خودش رو درک بکنه؟ این یکم موضوع فلسفی هستش. آیا یه سیستم میتونه خودش رو کامل بفهمه؟ مثل یه چشم که خودش رو نمیبینه، شاید مغز ما هم هرگز نتونه خودش رو به طور کامل درک بکنه. و این سوال خود به خود یکی از عمیق‌ترین رازهای بشره. مغز ما چطور زمان رو درک میکنه؟ ما ساعت توی مغز نداریم، ولی میتونیم تفاوت بین الان و 5 دقیقه پیش یا قبل رو احساس بکنیم. هنوز دقیق نمیدونیم مغز چطور این رو میفهمه. یه نظریه میگه مغز از تعداد اتفاقات یا محرک‌ها استفاده میکنه تا زمان رو حس کنه. مثلا توی لحظات هیجانی که اطلاعات زیادی وارد مغز میشه، زمان به نظر ما کندتر به نظر میرسه.
چرا بعضیا هوش بالاتری دارن؟ هوش فقط به ژن‌ها مربوط نیست. تغذیه، محیط، تجربه‌های کودکی و حتی مقدار خوابی که می‌گیریم روی هوش تأثیر داره. اما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه ترکیبی از عوامل باعث میشه یه نفر نابغه بشه و یه نفر دیگه معمولی بمونه. نکته جالب‌تر اینه که هوش انواع مختلفی داره. مثلا هوش منطقی، احساسی، فضایی، موسیقی و غیره. مغز میتونه خودش رو گول بزنه؟ بله. مغز عاشق میونبرهای شناختیه. ما برای ساده سازی دنیا کلی فیلتر ذهنی داریم. به خاطر همینه که دچار خطاهای شناختی میشیم. مثلا تایید باور قبلی یا ترس از تغییر. مغز ترجیح میده حق با خودش باشه، حتی اگر اشتباه بکنه. به نوعی میشه گفت این سوال توی حیطه روانشناسی خیلی جای بحث داره. مغز و اثر پلاسبو. پلاسبو یعنی خوردن یه قرص تقلبی ولی فکر کردن به این که واقعاً یه دارویی رو خوردیم و اون داره روی ما اثر میکنه و بعد واقعاً حس بهتر بودن میگیریم. علم هنوز کامل نمیدونه چطور مغز میتونه فقط با باور درد رو کم کنه یا علائم بیماری رو کاهش بده. یعنی ذهن ما گاهی قدرتمندتر از داروها عمل میکنه. میشه گفت این همون قضیه تلقین ذهن هستش. اینکه چیزی رو به خودمون تلقین کنیم و باورش داشته باشیم، مغز ما هم اون رو باور میکنه. مغز با عشق چیکار میکنه؟ عشق طبق تعریف علمی یه احساس نیست، یه واکنش شیمیاییه. دوپامین، اکسیتوسین، سروتونین، یک کوکتل انفجاری از مواد شیمیایی که مغز موقع عاشق شدن آزاد میکنه. جالبه بدونین اسکن مغز افراد عاشق خیلی شبیه آدماییه که مواد مخدر مصرف کردن. چرا گاهی یه آهنگ توی مغزمون گیر میکنه؟ حتما برات پیش اومده یه تیکه آهنگ مدام توی ذهنت تکرار بشه. دانشمندا دقیق نمیدونن چرا این اتفاق میفته، ولی احتمالاً به خاطر ریتم یا الگوی ساده‌شه که مغز نمیتونه ولش کنه. نوعی بازی فکری ناخواسته که مغز خودش برای خودش درست میکنه و گاهی هم باعث اذیت خودش میشه. آیا مغز ما ظرفیت نامحدود داره؟ بعضیا میگن مغز ما مثل یه هارد 2.5 پتابایتیه، یعنی معادل 2,500,000 گیگابایت. ولی این فقط یه تخمینه. واقعیت اینه که ظرفیت مغز هنوزم ناشناخته است. مغز خیلی چیزا رو فراموش میکنه تا جای چیزای جدید باز شه. ولی هیچکس دقیق نمیدونه محدودیت واقعی حافظه ما چقدره. مغز ما عجیب‌تر از اونیه که بشه توی یه ویدیو خلاصش کرد. ما با همین مغز داریم تلاش میکنیم خود مغز رو بفهمیم. یه جورایی انگار چراغ قوه‌ای برداشتیم و داریم توی خودش نور میندازیم تا بتونیم اون رو درکش کنیم. و هر بار که یه چیز تازه میفهمیم، در 10 تا سوال جدید دیگه باز میشه. اگر این سبک محتوا رو دوست داشتی، حتما با یه لایک و سابسکرایب حمایت هم کن. ماجراهای شگفت‌انگیز دیگه‌ای هم هستن که قراره از اول با هم تعریفشون بکنیم.